بندگان الله نماز تراویح می توانید جماعتی در خانه بخوانید و می توانید اصلا جماعت هم نباشد نماز تراویح رو میتونید فردن بخوانید. یک نفر خود شما بیسته نماز تراویح بخونه، هیچ مشکلی هم نیست. این را هم بدانید که رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلب عمر شریفشون نماز تراویح را در مسجد نخواندن. البته چند شب را خواندن، وقتی که استقبال زیاد شد دیگه ایشان نیامدن و در خانه نماز تراویح همان نماز قیام هست، همان نماز بالاخره تهجد هست که اسمش تراویح گذاشته شده در رمضان. گفتن جناب عالی شما تو خونه نماز تراویح بله من در خانه نماز تراویح میخوانم، شما هم در خانه نماز تراویح بخوانید، الا که در منطقه شما مشکلی وجود نداشته باشه. بزرگان شما گفتن که این کار رو بکنید، اون هم با فاصله گذاری اجتماعی.